خب خانم دکتر، من روزای اول رابطه پارتنرم خیلی به من زنگ میزد، منم خیلی باهاش در تماس بودم و بعد از یه چند ماهی الان به یه مرحله رسیدیم که دیگه اون هیجان خیلی زیاد در رابطه ما نیست. آیا این علامت بدیه؟ بچه‌ها یادمون باشه این در واقع اتفاقیه که برای خیلی از رابطه‌های سالم میفته. یعنی بعد از اینکه یک هیجان اولیه وجود داره، بعد از اون رابطه به یک ثبات و امنیتی میرسه که در اون گرچه اون توجه وجود داره ولی فرم و شکل این توجه تغییر میکنه. یعنی شما بیشتر رو اون آدم حساب میکنی گرچه ممکنه هیجان کمتری نسبت به اون داشته باشی، مثل یه دوست قدیمی که همیشه تو مشکلات شما کنار شما هست ولی ممکنه مدام باهاش در تماس نباشید. بنابراین این همون نیاز به امنیت و نیاز به تکراره که حتی تو بچه هم وجود داره، همین که مرتب دوست دارن یه داستان تکراری رو